نداریم ما را هیچ کار نمیده. میگه چیوا؟ برای که ما را یگان شوی ما را تر نکرد، هر شب ما را چیکار میکرد؟ تلاوت میکرد. اویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگفت که کسی که سوره ملک بخونه او را خداوند هی منجیتون هی تنجد من عذاب القبر، این سوره نجات دهنده از عذاب نجات میده انسان از عذاب قبر. همین سوره وحی سوره الملک میگه و او چیه؟ سوره ملک. همه وقت بخونید قرآن را چنگ بزنید، قرآن را محکم بگیرید. میگه القرآن یرفع بالقوم و یضع، میگه قرآن قومی را که او را چنگ میزنه میخونه او را عزت میده، بالا میبره. قرآن او را اینقدر عزت میده. ولی نگاه که قاری‌ها چقدر عزت دارند. در جای قاری جون میگن ای بالا میبینه قاری. قرآن کلام خدا در قلب شه. خدا قرآن همو در جای ببینیم او را مچک میکنیم بالا سرمون ببینیم. چیچنو میگیرن او را مچک میکنن، چی که در پیش میمونن با خدمت میروند. همه قرآن چقدر عزت داره. قرآن هر کسی قرآن دا بخونه قرآن قطعی بگه چکنه ان شاء الله خداوند چیکارش میکنه؟ او را عزت میده، او را بالا میده. قرآن فرزند داره، قرآن خون کنید.